کانال مش روز 11 فوریه خبر داد که دو کارمند پلیس در مسکو از جانب مهاجران لطمه شدند. بنا به اطلاع نشریه حادثه در ناحیه تساریتینا در جنوب پایتخت روسیه روی داده است. ساکنان بناهای همسایه به پلیس از رفتار زادگان آسیای مرکزی شکایت کردند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده دو جوان مست لایقیل را دیدند که در میدانچه کودکانه به شراب نوشی ادامه میدادند. آنها از نشان دادن حاجتها خودداری کرده هنگام کوشش بازداشتشان مقاومت نشان دادند و کارمندان پلیس را دشنام داده لطمه کردند. آنها حتی توانستند از دست یک کارمند پلیس دوبینکش را کشیده بگیرند. در این لحظه کارمند دوم پلیس سلاحش را بیرون کشیده تهدید کرده است که تیر میکشاید. به کارمندان پلیس میسر شده است که نورلند نامجوان 28 ساله زاده جمهوری همسایه را دستگیر کنند، ولی شریک او توانسته است فرار کند. تفصیلات دیگر حادثه و نظر زادگان آسیای مرکزی به این قضیه دسترس نیست. بنا به اطلاع کانال مش برای کارمندان آسیب دیده پلیس یاری تاجیلی را دعوت کردند و هر دو را با جراحت‌های از قسمت سر برداشتهشان بستری کردند. به آن دو مهاجر اکنون برای مقاومت فعالانه و لطم‌کوب نمایندگان دولت حکم زندان و سپس دپورتاسیون از روسیه تهدید میکند. معمولا مهاجران از سر برداشتن به کارمندان پلیس روسیه حدالامکان حذر میکنند. در اکثر حالتها مهاجران در روسیه در صورت خیلی به جان رسیدنشان به سر پلیس مشت میبردارند یا به ضربه های آنها جواب میدهند.